7 تا گناه‌های نابود کننده و مهلکه. در گناه‌های کبیره معروف به السبع الموبقات. اتقوا السبع الموبقات. اولش شرکه، دومش سحره، سومش قتله، چهارمش تولی یوم الزحفه. تولی یوم الزحف یعنی چی؟ یعنی وقتی روبروی دشمن و کفار قرار گرفتید صحنه خالی بکنید، پشت بکنید. این از گناهایی است که اصلا زنا جزوش نیست. زنا جزو این 7 تا نیست. اینا دیگه چیه؟ شراب جزوش نیست. تو دیوار ما نبود. میگه هم شکر خدا و خدا. هر روزم بچه‌هاش مستن. روز به روز کلوفتر میشه، سالمتر میشه. ما که همیشه تو مسجد و نماز میخونیم. اون یه بحث دیگه است، استدراج بهش میگن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. عجله برای خودکشی نکن. با مشکلی که تو زندگی میاد عجله برای خودکشی نکن. خداوند یک تعبیر زیبایی داره. شر این قرآن باز کنید و بشر الصابرین، یعنی با صبر همه چی درست میشه. حالا پاداش صبر چیه؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یکی از افراد منحصر به فردی که خداوند میگه به غیر حساب بهش اجر و پاداش میدم صابرینن. اینا افراد معدودن که خداوند چه اونها رو به غیر حساب پاداش میده.